خوجی محمد یولداشев 2 گکتار زمین کشاورزی دارد و در آن بیده و پخته میکارد. امسال برعکس سالهای پیش امیدی حاصل زیاد ندارد. شکایتش از نارسایی آب زیاد است. طبعا من که هم آب باشن دیخون حواس کند آب که یک دیخون شکرد یک زندگیش پیش بره. کارگاه سری کارا رو بس کنه. بیان دستیزان سریتار من وقتی گلشونن پخته میریزد بعد آب سر میتن وقت دیر میشه. شکوه او و دیگر دهقانان از موردهای اضافه نویسی پل برق برای نسازهای آبکشی عبارت است. میگویند برق کم هم استفاده برند پل زیاد از آنها میستانند. هر سال گفتم که من 8000 10000 با کمش 6000 هر سال میسپارم با 40-41 سومون خوجگی ما رو قرضدار برآوردیم. پختر میکاریم ما این شد میبیان سکوشور پیچت میزنن میکشن میبرون که پل سپارید. در اون حالت ما اگجا پل میسپاریم تا اون میشد وای میشد پخته میسوزد گلشونش میپرتاد تیرما میشد حاصل نیست. این همش برزلر که برزلر دهقان. به ادعای آنها در زمستان که اصلا آب نمیمانند به حسابشان پل مصرف برق می آید. از همین سبب ده ها هزار سامانه قرضدار شدند. برای خواجگی های دهقانی وضعیتش وضمی آبکشی هر سال برزیادی قرض زیاد پرداخته که خواجگی های دهقانی 84,000 سامان قرض داده که ما این قرض سپاریدن نمیتوانیم شرایط نیست. به انرژی ناحیه انرژی ولایت به همین جا مراجعت کردیم یگون عریضه تفتیش نمیکنه. این وضع چند سال اخیر به میان آمده دهقانان را به تنگ آورده است. در همین ناحیه همین خیلی وضعیت بسیار در خوجگی ها بسیار مینالم. من اون روزم در حکومت ناحیه کارگرای مقامات قطع مجلس شده بسیار خسین در همین بابت پرکرار دستگیر کردیان که سخت نظارت برای تفتیش کنید. کارگرای برق از حد ناانصافی بسیار کارسازیان در باری خوجگی ها. مسئولان اداره برق مشکلات را تصدیق کردند و گفتند که استفاده برندگان طلبات را رعایت نمی کنند. برای از بین بردن مناطق کارو نصب حساب کنک‌های اینتלקتوالی از برامون بگید. وقتی مردم بعضا خوش قبول نمیکنند. یعنی اگر مردم رعایت کنند یگون خیلی کم بوده من 100% باوری دارم. همین چیو با پررگی از بین میبره. چند پیش تلویزیون‌های دولتی در یک گزارش از ناحیه مسجد قانون‌شکنی‌های مسئولان پایگاه‌های آبکشی را به نمایش گذاشت. در آن گفته شده است که رفت کارهای نظارتی کارمندان ریاست اگنتی نظارت دولتی انرژتیکی در منطقه سوخت نشان داد که در یک قطار پایگاه‌های آبکشی اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری ناحیه مسجد حالتهای زیادی رعایت نگردیدن طلبات استفاده صرفه‌کارانه نیروی برق جای دارند. بحث دهقانان با مسئولان برق به سر آن است که برفرق از اهالی حساب کنک‌ها را باید صاحبان پایگاه‌های آبکشی نصب کنند که این خرج و وقت می‌خواهد. اما کشاورزان میگویند که تا آن دوره باید راه اضافه نویسی پل برق گرفته شود و دهقانان از ورطه مفلسی بیرون برآیند. 90% منطقه تاجیکستان کشاورزی است و مشکلی آبیاری و دیگر خراجات برای دهقانان از مسئله‌های عمده به حساب می‌رود.